تا حالا باختی رو با سپاهان تجربه نکرده و در دو مساف قبلی که با پرسپولیس بازی داشته هر دوباره برده. ارسال برای سپاهان، یه ضربه توی دروازه گل اول بازی برای سپاهان. محمد مهدی محبی حساب کار رو 1-0 به سود سپاهان میکنه. سپاهان اصفهان 1، پرسپولیس تهران 0 و خوشحالی هواداران علاقه‌مند به سپاهان در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. در دقیقه 14 سپاهان روی ارسال مهدی لیموچی و این ضربه سر محبی به گل اول مسابقه در این دیدار دست پیدا میکنه. از این نما هم ببینیم، خوب زد، ارسال خوب لیموچی، این ضربه سر محبی از روی سر میلاد محمدی بلند شد، این گونه به توپ ضربه زد و گل اول سپاهان رو به ثمر میرسونه. از این نما هم با هم ببینیم.